بسم الله الرحمن الرحیم. آقای همتی، 2 ماه قبل شما تشریف بردین جلسه غیر علنی، یه وعده‌ای دادید در لفافه، اونم این بودش که اعتماد بکنید و انشالله کار بهتر میشه. اون موقع قیمت ارز 77,000 تومان بود. امروز که شما تشریف بردین در مجلس و بحث استیضاح جدی شده 92,500 تومان. اون روز خیلی از نمایندگان عزیز از جمله دکتر قالیباف یه تحلیلی داشتن که زمان نشون داد اون تحلیل غلط بود. اونم این بود، میگفتن آقای همتی رو ما اگر استیضاح بکنیم بخشی از مدیریت بازار ارز دیگه خلأ ایجاد میشه در اون، یعنی بالاخره چند تا متولی داره بازار ارز، بانک مرکزی، یکیش هم وزارت اقتصاده. خب این خلأ ایجاد میشه، این باعث میشه وضع بدتر بشه. والله های همتی شما اون موقع استیضاح میشد یا استعفا میدادید معلومه قیمت تا 90,000 تومان بیاد یا نه، که موندید و این اتفاق افتاد. حالا من اصلا حرفم چیه؟ من سوالم چیه از شما؟ همتی توجه دارید؟ ما الان چه نقطه امیدی در این 6 ماه از شما دیدیم که بر اساس اون نقطه امید باز هم به شما اعتماد بکنیم؟ حتی حالا بنده شخصا از روز اول شما را اعتماد ندادم بنا به دلایلی که بحث شخصی هم نیست. بنده معتقد بودم شما یه بار بانک مرکزی رو تحویل گرفتید، نرخ 9 تومن 10 تومن و 20 خورده‌ای تحویل. حتی شما میگید بله به من اختیارات ندادن، بعداً 19 تومن بود موقعی که من اختیار دادم. از این صحبت‌ها که حالا سر جای خودش. ولی خب آقای همتی در این 6-7 ماه شما به من یه نقطه امید اقتصادی بگید در نرخ ارز، در رفتار بانک‌ها، در یه چیزی که ما امیدوار باشیم ما هم بتونیم جواب مردم بدیم. والله جوابی برای مردم نداریم آقای همتی، والله شما نیستی بین مردم. بیا امشب بیا فردا شب هر جا که شما بگی با هم بریم، بیا خواستی مسجد بریم، خواستی دانشگاه بریم، خواستی مدرسه بریم، کف بازار را بیافتیم بریم. بابا پیروز یه بنده خدایی که وای پزشکیان رای داده، فک و فامیل ماست، وای جلو منو گرفته میگه نامردید اگه این همتی رو استیضاح نکنید. ولی من روم نشد بگم بابا ببخشید شما رفتی به یکی دیگه رای دادید این وضع رقم زدید. ولی الان کسایی که وای پزشکیان رای دادن مطالعهشون آقا همتی رو بگیرید از این دولت. من صبح وای پزشکیان گفتم، گفت وای حضرتی گفتم. آقای همتی نخندید، اشک مردمو در آوردید. برای چی میخندید آقای همتی؟ آقای همتی برای چی میخندید؟ به خدا نیستید تو مردم. با ماشین شیشه دودی میرید میاید، نه تورم رو شما تاثیر داره نه چیزی. بعد اونور میگید که عربستان به ما گفته تاب‌آوری اقتصادی و فلان، تعجب کردیم. به قرآن اگر تاب‌آوری اقتصاد رو شما بود من ناراحت نمیشم، من عصبانی نمیشم. تاب‌آوری اقتصاد میدونید رو کیه؟ رو اونی که 22 بهمن با یه موتور سی جی میاد کف خیابون بدبخت شده بازم پای انقلاب وایستاده. من حرفم اینه آخه تا کجا شما به من بگید چه تضمینی وجود داره شما اگر که آقای همتی 6 ماه دیگه وضعیت اقتصاد بودی دلار 105,000 تومان نشه؟ اینو به من تضمین بدید که من برم به جای مردم بگم مردم من قانع شدم از حرف آقای همتی. ایشون به من قول داد حداقل 1 سال قیمتو نمیگم ارزون کنین، من میدونم شما عصای موسی ندید انتظارم ندارم، ولی آقای همتی قول داده رو 90 تومن نگه می‌داره قیمت ارزو، نه که دوباره از اینجا بریم بیرون دوباره همه چی افزایشی باشه قیمتاش. مسئله بعدی آقای همتی، ببینید من چند جمله پشت سر شما جلو رو شما میگم. بحث ما با شما اینه که اصلا مدیریت بازار ارز چند وجهی پیچیده است، نمیدونم دستوری نیمایه، مثلا هیچ کاری به این چیزا ندارم، هیچ کاری به این حرفا ندارم. آقای همتی شما هر بار مصاحبه میکنید تن ما باید بلرزه که یه پالس گرونی به بازار نیاد. یه بارش قیمت ارز بود تو کمیسیون شما اومدید یه حرفی زدید گفتید خب من نمیدونستم پخش زنده است. خب من نمیدونم اون دوربین برای چی بوده اونجا شما نمیدونستید. دفعه بعدی رفتید گفتگوی خبری، خبرنگار از شما پرسیدش که قیمت طلا، شما بله داشتید بازار جهانی طلا رو میگفتید، اینو منم میفهمم، ولی مخاطب داخلی چه برداشتی میکنه وقتی شما به وزیر اقتصاد این مملکت میگید نه خیالتون راحت در چند وقت دیگه قیمت طلا پایین نمیاد، دوباره قیمت طلا صعودی میشه. آقا اینا پالسه، شما با هر نیتی با هر خلاصه قصد و غرض این صحبت‌ها رو کرده باشید آقای همتی شما صحبت میکنید مردم بدبخت میشن، از اون بازاریش بگیرید تا اون کارمند و دستفروش و همه دارن بیچاره میشن تو این تورم. من اون حرفو من باب شوخی و تعارف نزدم آقای همتی، برید امشب فردا با هم بریم تو مردم هر جا که شما از نیابران شروع کن تا میدون شوش برید جواب مردم شما هر چی بگی من قبول میکنم، منم همون رو تکرار میکنم. مسئله بعدی شما من نفهمید طبق محاسبات پی 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 باید 73 تومن باشه قیمت ارز. خب الان چرا 92,500 این 19,500 تومن چرا بالاتره؟ شما کف دادید برای قیمت دلار دیگه. لطفا به من بگید چرا 19,500 تومن تا الان بالاتره؟ حالا تا یه ساعت دیگه چقدر باشه رو خدا میدونه. دیگه چیزی که خود شما میگید 73 تومن، من میگم باشه 73 تومن، چرا الان 92,500؟ یه نکته دیگه هم خدمت شما خواستم عرض بکنم، اونی که
بحث من برای استیضاح شما آقای همتی فراتر از عملکرد این 6-7 ماهه. دو تا مسئله دیگه هم دارم. یک، جایگاه مجلس باید احیا بشه. اون از رأی فله‌ای و اشتباه تمام وزرا تا جایی که یکی از معاونین رئیس جمهور اومد به خود ما گفت آقا ما دیگه انتظار نداشتیم به همه رأی بدید. ما دو تا رو گذاشته بودیم که مجلس بندازیم گردن مجلس. از اون مهمتر آقای همتی عزیز، شما الان در زیر مجموعتون در وزارت اقتصاد اتفاقاتی داره میفته که من اگر اسمشو فساد نگذارم شائبه های فساد جدی وجود داره. اسم میارم. یک، ماجرای واگذاری ایران خودرو به کوروش که شخص شما پشتش بودید. امروز با پزشکیان هم من گفتم، آقای پزشکیان میگه نه ما باید خصوصی سازی کنیم. گفتم آقا خصوصی سازی کنید، دست فاسد ندید کارو. شرکت کوروش فقط یه فقره فسادش 220 میلیون دلار مال نامشروعه. برای چی آقای همتی شما با وزارت اقتصاد وایسادید پشت این واگذاری؟ من بحث شخصی ندارم، نمیگم شما تو جیب میخواید بذارید، ولی این فساده، این متهمه به فساده. جدا از قوه قضاییه که باید جواب بده چرا داره تعلل میکنه تو این قضیه. کیفرخواست رو مدت هاست میگن ما داریم روش کار میکنیم، حکم معلوم نیست چرا نمیدن، که البته برای ما معلومه چرا نمیدن. من میخوام بگم چرا شما با میستید پشت این واگذاری؟ ما سالمتر از کروز نداریم ایران خودرو رو بیاد دست بگیره. والله من موافق خصوصی سازی ام، بدید برای ایران خودرو، ولی به آدم اهلش بدید، نه کسی که این همه شایبه در ارتباطش وجود داره. مسئله بعدی خانم زهره عالیپور تو سازمان خصوصی سازی. الان دوباره هیچی نشده، بچهای هفت تپه اومدن میگن آقا اینا دوباره دارن عین دوران روحانی اونجا رو به خاک سیاه میشونن. با کی؟ با چراغ سبز کی؟ با رئیس سازمان خصوصی سازی. هر کاری که تو اون 3-4 سال شد یه ذره امید تو دل مردم ایجاد کرد، از هفت تپه و جای مختلف تا الان کنترل زد گرفتن دارن برش میگردونن. من تعجبم از بعضی از همکارام، از آقای موسوی عزیز، از آقای بیگدلی که الان واسه دفاع میکنن. آقای موسوی من پریشب داشتم فیلمش رو می‌دیدم، دیدم این کانالا پخش کردن، روز رأی اعتماد شما چی میگفت؟ میگفت اون اتفاقاتی که در دوره ارزهای همتی افتاد به خاطر کرونا بود. خیلی هم عالی. الان که کرونا نیستش چرا تو 6 ماه از که 40000 تومان افزایش قیمت داشتیم؟ بعد برادر عزیز دیگه میگن آقا بانک مرکزی. من بانک مرکزی مفصل کار دارم ولی بالا طبق قانون نمیتونم استیضاحش بکنم. دستم به شما که میرسه آقای همتی، دستم به وزیر اقتصاد که میرسه. شما که در زمان شهید رئیسی هر روز توییت میزدید میشود اینطوری کنیم اونطوری کنیم. آقا بکنید اون کارا رو بکنید. الان وزیر اقتصادید، مردم شما رو نشناسن میگن آقای همتی چه آدم خوبیه، کاش یه روز وزیر اقتصاد بشه مشکلات ما رو حل بکنه. اون موقع میگفتید میشه اینطوری راهش از این قسمت از اون قسمت. خب آقا من به قرآن اصلا آیه همتی من خیلی بدبین بودم به عملکرد این دلار از همون اول. الانم هیچ امیدی ندارم، ولی به خدا منم فکر نمی‌کردم تو 6 ماه قیمت ارز بکنید 92-3000 تومان. بعدم چی؟ شب 22 به من رکورد می‌ذاره میشه 94000 تومان. فرداش بحث استیضاح شما جدی میشه، قیمت ارز میاد پایین. یعنی ما نباید شک کنیم به این ماجرا؟ یعنی واقعا ما اصلا خیلی باید همه چی عادی نگاه بکنیم؟ حالا مسائل خیلی زیاده، من خیلی هاشو نگفتم، ولی امیدوارم آقای همتی شما استیضاح بشید در این مجلس. هم برای خودتون خوبه، هم برای کشور خوبه، هم برای دولت خوبه، هم برای مجلس خوبه. خیرش برای همه هستش. حالا اگر غیر از این شما نکاتی بفرمایید ما رو قانع بفرمایید.